سلام، من علیم و این 19مین قسمت از معرفی 30 المان یا مجسمه مفهومی شهر اصفهان. مجسمه‌ای که امروز میخوام بهتون نشون بدم یه مجسمه به نام مطالعه تو خیابون باغ گلدسته روبروی کتابخونه نصب شده، اثر استاد محمد سلامت زاده. بریم ببینیمش. خب این مجسمه زیبا که جنسش از فایبر گلاسه، به نظرم داره میگه که آدم تو هر شرایطی میتونه کتاب بخونه و هیچ بهونه‌ای نیست، جوری که این شخص با چتر زیر بارون وایساده و داره کتاب میخونه. البته این نظر منه، شما هم ببینیدش، امیدوارم دوست داشته باشید و اگه دوست داشتید نظرتون رو در موردش برام بنویسید.